مامان جون بفرمایید میده. در ولایت هلمند در جنوب افغانستان انفجار بمب کنارجاده‌ای دست کم 14 غیرنظامی را کشت از جمله چند زن و کودک. در این حادثه دیگر در شمال کابل بر اثر اصابت موشک به محوطه پایگاه تو زحمت نکشین انقدر. خیلی زحمت وایستادنی نمیشه. صندلیتون هم خیلی خوبه. صندلیتون پیدا کنم واسه صندلیتون هم. بخوام وایستم نمیشه. ولی این درخت بالا رفته یا روی مدرسه بیرون تمیز میکرد مال خیابان من صداش کردم از اونجا گفتم پیچ گفتم بیا اومد گفتم بیا تو اومد فرد در افتاد گفتم اینا رو ببین این درخت رو قشنگ شده جمعجونم کرد جمعجون آها اول 20 دلار رو بهش دادم و رفت بیرون بعد دیدش که آشغالاش جمع نکرد دو مرتبه برگشت آشغالاش همه رو جمع کرد و برداشت بود قشنگ جا رو خواستم از اونم برگردن من نازنه من اینجا آمدن اینجا مواظب باشم ماما برای چی این کار کردم آشنا مامانم گفتم آشفته من